با سلام خدمت دوستان عزیز، همراهان عزیز. دوستان، یه موضوع هست که میخوایم امروز درباره‌اش صحبت کنیم، راجع به اسرک‌ها و استکانی‌های ماشین‌های یورو 4 که بعضی موقع صدا میده. به خاطر اینکه هزینه مشتری زیاد نشه، ببینیم کدومش خرابه، همون رو عوض کنیم. این اسبک پراید استکانی EF7، این هم مال TU5. دوستان اینا با روغن کار میکنه، یعنی یه سوراخ اینجا شونه، این صورت، این سوراخ محل روغنه که میاد پشت شیم و شیم عمل میکنه. حالا میخوایم خرابیشو چک کنیم، ببینیم چجوری خرابن. این اسمک پرایده دوستان. این بی صورت، این شیمشه، این هم که سوراخ داخلشه روغن کاری میکنه، بی صورت بی شکل، و این هم شیمه که اتومات با روغن انجام میشه. این دوستان دستمون میذاریم روی این به حالت فشار میدیم. این الان یه اسمک شیمش خرابه به صورت. حالا یکی دیگه شو چک کنیم. نه به این صورت دوستان، این به هیچ وجه نباید بالا پایین بشه روی حالت. سفت این روی حالت خرابیش اینجوری مشخصه. این شیمش خراب شده، کاسنمد داخل روغنش پکیده. این برای این تو ماشین های پراید. یه نکته هست تو پراید دوستان که این بلبره مانند اینا هم دوستان خراب میشه، یه لقی پیدا میکنه. این لقیش هم حتما باید چک کنی. الان این به این صورت لق میزنه، این خرابه. حتما اینو در نظر داشته باشید که این سمت لوربرجش هم چک کنید. این تو ماشین های پراید اینجوریه، این حالت لقی داره. دوربینو برم جلو، لقی بالا پایین، و بعضی هاشون هم جام میشن دوستان. اینا باید بتابه، ولی بعضی هاشون هم جام میشه، این باعث خرابی و صدا هم میشه. این واسه پراید. تو استکانی های EF7 دوستان اینم روی حالت، اینم سوراخی که روغن کاری میشه روی شیم، این هم همینجوره. استکانی این الان خرابه دوستان، میبینید بالا پایین میشه. این شیم یه استکانی خرابه، اورنجش از بین رفته، میبینید این حالت، این خراب. این هم استکانی داریم چک کنیم. این استکانی سالمه دوستان، این تکون نمیخوره، این سفتی روی حالت باید باشه. این اورنجش سالمه، روغنو داخل خودش نگه میداره به حالت. این هم استکانی 206 تیپ 5 TU5 منظورمه. این هم شیمش، اینا همینجوری. الان این استکانی سالمه، بخاطری که هزینه مشتری زیاد نشه 16 تا دونه، اینا 16 تا دونه از قیمتشون هم گرونه. اینجوری چک کنید و هر کدومش بی حالت خلاصی داره اونو عوض کنید. این حالت این استکانی خرابه، اینو باید تعویض کنیم. ممنون، خدا حافظ.